تاریخ شفاهی افغانستان با پروفسور میر محمد امین فرهنگ. بیننده های گرامی، امروز 8 ماه جون 2026 وقتی که مرحوم محمد موسی شفیق به حیث صدر اعظم افغانستان رای اعتماد گرفت و کار خود شروع کرد. با شما 6 برنامه در مورد دهه دموکراسی و قبل از او گپ زدیم. اختلاف نظر با پاکستان هم قدم های برداره و روابط خود را با پاکستان بهتر بسازد. این از جمله یعنی پلان های طویل المدت آقای شفیق بود. در اینجا من از بعضی از نزدیکای خاندان سردار محمد داود خان شنیدم، حتی از یکی از فرزندانش می گفت که سردار در اواخر یک کمی متردد بود که آیا دست به کودتا بلند کنه یا نکنه. شرق آمد و بر سردار گفت که اگر شما کودتا نمی کنید ما مجبور هستیم کودتا کنیم، حال دیگه ما راه برگشت نداریم. چگونگی وقوع کودتا شما شرح دادیم که حسن شرق داود خان مجبور یکی خب قتل پدرش بود که در توسط یک محصل افغان در شهر برلین به قتل رسید. پروفسور فرهنگ با اندوخته‌های علمی و تجارب گرانبها تاریخ ما را صادقانه بازگو می‌کند. بیننده های گرامی، امروز 8 ماه جون 2026 میلادی است. در خدمت پروفسور صاحب محمد امین فرهنگ هستیم. قسمت 6 تاریخ شفاهی افغانستان را ضبط کنیم. با سلام خدمت استاد بزرگوار، همچنان که شما به یاد دارین ما و شما 6 برنامه در مورد دهه دموکراسی و قبل از او گپ زدیم. تقریبا میرسیم در نزدیکای کودتای سردار محمد داود خان استاد، کودتای 26 سرطان 1352. اگر شما فرمایشی در مورد دهه دموکراسی فرمایش ضروری دارین ما گوش میکنیم، اگر نمیریم سر کودتای داود خان. مهربانی سید. تشکر. به نام خدا و با عرض سلام به شما و همه هموطنان گرامی. طوری که در گفتار بیشتر ذکر کردیم، در اواخر دهه دموکراسی وقتی که مرحوم محمد موسی شفیق به حیث صدر اعظم افغانستان رای اعتماد گرفت و کار خود شروع کرد، اوضاع طوری بود که بحرانات گفتیم که موجود بود، اما شفیق با یک اقدام بسیار جدی و با یک عزم راسخ در صدد از این افتاد این بحرانات را تا اندازه زیادی حل کنند. و در این اقدام که کردی بود برای اصلاح ایالت خواست که روابط با ولسی جرگه بهبود بده، برای که در اثر همین خرابی اوضاع در وقت مخصوصا آقای اعتمادی و بعضا بسیار تیره شده بود و یک دو قوی بودند که بر علیه دیگه تقریبا در فعالیت بودند این اصلاح کنند. و به این منظور در نزدیکی تعمیر ولسی جرگه در جاده دارالامان یک دفتر گرفت و هفته چند یکی دو روز میرفت در اونجا و با وکلای پارلمان که در پاریس بود، امارت پارلمان، اونجا با هم ملاقات میکردن و راجع به اوضاع مملکت و اینکه چطور اوضاع را پس بهبود ببخشند صحبت میکردن تا یک رقم تفاهم بین البین پیدا شود. در پالوی از او آقای شفیق شروع کرد به یک سلسله فعالیت‌های دیگه که اوضاع را به صورت عمومی در کشور بهتر بسازه و بسیار به دقت و به تعنی به اصطلاح یک ضدین است و بعضا میگیم با تعنی عجله میکرد که همین کار صورت بگیره. روی همین منظور بود که آهسته آهسته روابط خود را با کشورهای همسایه بهبود بخشید. از مسئله آب ایرمن صحبت کردیم که چطور او را با ایران حل فصل کرد و در عین زمان کوشش داشت که در موضوع پشتونستان و اختلاف نظر با پاکستان هم قدم های برداره و روابط خود را با پاکستان بهتر بسازد. این از جمله یعنی پلان های طویل المدت آقای شفیق بود.
از طرف دیگه شفیق میدید که این هم درک کرده بود که از احکام قانونی اساسی نه تنها سرپیچی صورت میگیره بلکه در بسا مسائل از او سوء استفاده میشه. بنابراین دری هم با فکر افتاد که خوب است که کار خود را در اینجا هم شروع کنه و همین سوء استفاده از ارزش‌های قانونی اساسی را به شکل از اشکال از بین ببرد. در این میان موضوع وقتی که معلوم شد برای مخصوصا برای مخالفین نظام که در صدد کودتا بودند و در رأس متاسفانه سردار محمد داود خان قرار داشت، اینها یک کمی پریشان شدند که اگر این اصلاحات یا این تصامیم شفیق در سایه عمل پیاده شود، شاید برای یک کودتا یا برای تغییر رژیم در افغانستان چی شود، وقت نمانه و این حرکات ناکام شود. از این خاطر است که مخصوصا طرفداران سردار محمد داود خان و رأس اصلا شرق اینا در تصادت ازی افتادن که بالای سردار نفوذ وارد کنند که هرچی زودتر در عمل داخل شود و همین حرکت پیش ببره و زود کار کنه برای که غیر از اون ناوقت خواهد شد. این موضوع را برای سردار بارها شدیداً میگفتن، مشخص می آوردن، مجالس داشتن و همه ایره با هم مشوره میکردن که چطور شروع کنند. در اینجا من از بعضی از نزدیکای خاندان سردار محمد داود خان شنیدم، حتی از یکی از فرزندانش که میگفت که سردار در اواخر یک کمی متردد بود که آیا دست به کودتا بلند کنه یا نکنه. در اینجا آمدند و سردار مراجعه کردند، شایدی خبر در بیرون لیک کرد و اینا آمدند، مخصوصا شرق آمد و بر سردار گفت که اگر شما کودتا نمی کنین ما مجبور هستیم کودتا کنیم، حال دیگه ما رای برگشت نداریم. و بعد سردار هم متوجه شد که بهتر است که در کودتا شامل شود، چرا در غیر از او هم خودش خاندانش و هم خاندان پادشاه و کلگی به خطر می افتادن و شاید یک خونریزی کلان مثل که در پسان در مورد 5 سال بعدش در مورد خاندان خود سردار محمد داود خان رخ داد، او وقت رخ میداد. روی هر چی که بود روی از این ملحوظات اینا اقدام به کودتا کردند و کودتا را در شب بین 25 و 26 سرطان سال 1352 حرکت کردند و به صورت آنی با جایهای معینه را که قبلا این کرده بودن گرفتن، اشخاص معینه را که قبلا شناسایی کرده بودن حبس کردن و قدرت گرفتن و نظام سلطنتی را سقوط دادن، در حالی که پادشاه برای تداوی چشم خود در اثر یک حادثه صدمه دیده بود، خارج از افغانستان بود و در افغانستان حضور نداشت. و یکی از علل همیام که ماندن که پادشاه نباشه همین بود که در کودتا پادشاه و فامیلش صدمه نرسد، چنانچه همین موضوع کنترل شد. این را آدم باید بگوید. به هر صورت کودتا موفق شد و سردار محمد داود خان در بیانیه اول خود داد تشریح علل از این که چرا کودتا کرده، دو نکته بسیار اساسی رو گفت. یکی ای که تمام رفقای سابقه خود را در افغانستان با او همکار بودند، در تمام طول زندگیش و بعد از او در دهه دموکراسی با او کم توجه کرده بودند، اونا را همگی اشخاص ضعیف النفس معرفی کرد، یعنی با همهشان خاطعه کرد. و نکته دومی بود که صریحاً گفت که در افغانستان یک دموکراسی قلابی آمده و این دموکراسی قلابی و ما به دموکراسی حقیقی و واقعی تبدیل میکنیم. و این کاری بود که این وعده داده شد، اما عجیب به نظر میخوره که در دوره دهه دموکراسی مطبوعات آزاد بود، انتخابات بود، حقوق مردم مساوی داده شده بود، ابراز نظر آزاد موجود بود، اجتماعات اشخاص و گروپ ها برای ازی که بتانن نظریات خود بگوید موجود بود. این کلش گفت که یک دموکراسی قلابی بود. اما طرف دیگه وقت خودش آمد همه این چیزات بین رفت و یک تمام اداره مملکت به دست یک گروه کوچک که به نام کمیته مرکزی یاد میشد و متشکل بود از یک تعداد افسران و اشخاص جوان و عموما کمونیستا و او را اداره مملکت با اونا سپرده شد
و نام از او رو ماندن دموکراسی واقعی. این خودش یک تضادگویی بسیار کلان بود. و به این ترتیب البته با یک کودتای بدون خونریزی یا حداقل خونریزی نظام شاهی در افغانستان با دهه دموکراسی سقوط کرد و سردار با گروه خود قدرت به دست گرفتند که درباره خصوصیات از او اگر سوالات داشته باشید پیش میریم. بخیر. حتما استاد، بسیار تشکر. صحبت های شما آدم غرق میکنه در مو زمان و به خوبی هایش، من جمله همی ایجاد دفتر موسی شفیق در نزدیکی پارلمان که اونا رو بتونه رضایتشان کسب کنه، چقدر راه های صلح‌آمیز جستجو میکرده. ولی در اینجا من فکر میکنم در ذهن بیننده ها احتمالا یک سوال ایجاد میشه استاد، که در مورد شخصیت موسی شفیق اگر یک چند کلمه بگوین، چی میخواین بگوین؟ مرحوم محمد موسی شفیق فرزند محمد نبی کاموی، یکی از علمای دینی و یکی از قضات مشهور افغانستان بود و اینا از محله کامه یا ولسوالی کامه مربوط ولایت ننگرهار بودند. در جوانی آمد به کابل، در دارالعلوم شرعی درس خواند و بعد از او چون یک شاگرد بسیار هوشیار بود از طرف دولت افغانستان، اول آمد ماموریت گرفت در وزارت عدلیه و باز به مصر رفت و در جامعه الازهر تحصیلات خود تکمیل کرد و بس به افغانستان آمد. دوره دوم رفت به امریکا و در اونجا هم ماستری خود در مسائل حقوق و علوم سیاسی گرفت و به افغانستان آمد. در وزارت عدلیه افغانستان کار میکرد و در این زمان استاد پانتون بود، در فاکولته حقوق و علوم سیاسی تدریس میکرد. من خودم شخصا از جمله شاگردایش بودم که بر ما درس میداد و بعد از او آیسته آیسته سردار به اعلیحضرت نزدیک شد و با پادشاه ارتباط پیدا کرد، تماس پیدا کرد و پادشاه در جوانی در وجود از این بعضی خصوصیات دید که ایره به نظر خود برای آینده زیر نظر گرفته بود. به این ترتیب وقتی که پادشاه تصمیم گرفت که دهه دموکراسی رو در افغانستان آغاز کنه و در کمیته که در اونجا باید از قانون اساسی را ترتیب میدادن، یعنی کمیته تصویب قانون اساسی، در اونجا آقای شفیق را همچنان عین ترتیب در مورد آقای صمد حامد گرفته بود که دو نفر زیر نظر گرفته بود پیش خود به اینا و یک تعداد دیگه اینا را معین ساخت، تعیین کرد که قانون اساسی 1964 تکمیل کردن و به این ترتیب باز آقای شفیق آیسته در قوه اجراییه به کار خود ادامه داد. معین وزارت اول رئیس مثلا مدیر عمومی یا رئیس قوانین وزارت عدلیه بود و بعد معین وزارت عدلیه شد، بعد از او معین وزارت خارجه شد و بعد از او وزیر خارجه شد و بالاخره به صدارت عظمای افغانستان موظف گردید. بله، یعنی هم از نظر ترتیبات اداری و هم از نظر لیاقت و علمیت کاملا سزاوار همی پست بود. بله بله، هم در علوم دینی بسیار وارد بود و هم در علوم دنیوی، یعنی مسائل حقوق اساسی و حقوق دولت و مسائل حقوقی و اینا بسیار وارد بود و مطالعات بسیار وسیع داشت و به 3 زبان صحبت میکرد. خب دری و پشتو خود طبعا، اما انگلیسی و فرانسوی را هم صحبت میکرد و بسیار روانی و بسیار خوب. ماشاءالله، خدا رحمتش کنه. باز آخر چی شد صاحب؟ خب آقای شفیق خب باز تا وقت کودتا شد، در وقت کودتا بعد از کودتا ای را حبس کردن، در بندیخانه بود 3 سال، باز خلاص شد دیگه، در کابل بود و به سیاست مداخله نمیکرد. یک آوازه افتاد که سردار داود خان شفیق میخواه ازش مشوره میگیره، اما این گپ صحیح نبود. برای که باعث از که چی بود وقتی که از بندیخانه برآمد خانه ما زیاد می آمد، برای پدرم دو سه نزدیک بودند، می آمد بعضا ما هم یکی دو بار امرش صحبت کردیم، در راجع به اوضاع صحبت میکرد اما در سیاست عملا مداخله نمیکرد. و بعد از اینکه وقتی کمونیست‌ها آمدن اولین کاری که کردن که در این کارهایشون آقای شفیق شهادت رساندن که وقتی که ترکی و حفیظ الله امین قدرت گرفتن با پرچمی و اینا برای تلخی های یک جای، اینا
حفیظالله امین فرمان صادر کرد یا امر کرد که شفیق بگیرن، از اینجا گرفتن و بردنش و خط رساندنش، تیربارانش کردن. یک آوازه همین بود که همین پرچمی کلان یکی از پرچمی نور احمد نور بود نه؟ لیکن او در خطی را برد در جایی که به قتل میرساندن در پل چرخی، در اون قسمت ایره یک شب تیرباران کردن. فکر کنم یک مصاحبه آقای گیلانی داشت در مورد موسی شفیق بود یا نور احمد اعتمادی که پیش ترکی میره. ترکی یک زمان در گراج از اونا بوده، همونجا زندگی میکرده، میره از این خواهش میکنه که امورا نکشین. ولی چیز گیلانی میره. بله. باز اما ترکی دستور میده که او رو بکشه، برعکس از این که گپ از این رو گوش کنم. میگه برای پیر سید احمد گیلانی میگه که خب شما تا خانه برین، شفیق میایه خانه. آقایی که میایه در این زمان یک دو لحظه بعدش ترکی به حفیظالله امین میگه شفیق بکشین، خلاصش میکنن. همون شد که فوراً شفیق اعدام میکنن. بله، متاسفانه اینمی گنجینه های دانش و تجربه افغانستان بود صاحب که قتل عام شد و بزرگترین ثروت ملی هم همین دانشمندا است. بسیار خوب استاد بزرگوار، خیلی تشکر. یقینا بیننده ها هم در این مورد مجاب شده. خدا رحمت کنه تمام خوبان و دانشمندان از این کشور که خدمت میکردن صادقانه. عالی، اگر بریم صاحب سر کودتای داوود خان از کجا آغاز میکنین استاد؟ بله، گفتیم وقتی که سلام داوود خان قدرت گرفت، دو سه کار اساسی اول کرد. اول قانون اساسی سال 1964 ملغا کرد و تمام صلاحیت هایی که هم پارلمان داشت و هم حکومت داشت کلش در وجود خود و در وجود همی کمیته مرکزی متمرکز ساخت. یعنی یک پس رجعت کرد به یک نظام ظاهراً جمهوریت اما در اصل یک نظام مطلقه کامل. و دو مسئله مهم دیگه که در با همی اقدامات رخ داد یکی بود که برای اولین بار در افغانستان اردو در سیاست داخل شد. یعنی یک تعداد از افراد اردو اینا در سیاست افغانستان وارد شدن و به حیث تعیین کننده سیاست عمومی افغانستان با سردار همکار شدن. در پالوی از او خصوصیت دومی بود که برای اولین بار در افغانستان بعد از سقوط سلطنت قدرت در یک نقطه متمرکز شد. یعنی بعد از دوره 10 سال دموکراسی در یک نقطه متمرکز شد و از یک جای امر و نهی صادر می شد. دیگر کسی نمی توانست که از درباره مسائل افغانستان فهم داشته باشه یا نظر بده. یعنی تحت علمی شرایط که از در حقیقت فلسفه سیاسی سردار داوود خان هم در وقت صدارتش و هم در یک همین چیز بود که قدرت باید متمرکز در یک فرد باشه یا در یک گروه باشه و بیشتر از اون دیگه لازم نیست که ما بکنیم این تغییر بدیم. و به می ترتیب پس به موسو مراجعت شد و اوضاع مملکت و اداره مملکت به می شکل به پیش رفت. اگر سوال کنیم صاحب که چرا داوود خانی رقم فکر میکرد، چی جواب خود داشتین؟ این دیگه ترتیب میگه به چی میگیره؟ به ذهنیت افراد تعلق میگیره. به کدام طرف انسان ها طبیعتا میل دارن. تا جایی که من فکر میکنم، شاید فکر من غلط باشه، نسای دیگه اگر بهتر فهمن ایره تشریح کنن بهتر است. من ایتا فکر میکنم که چون داوود خان یک دو سه چیز سر تاثیر انداخته بود سر رویش. یکی خب قتل پدرش بود که در توسط یک محصل افغان در شهر برلین به قتل رسید و اوی طبعا سر رویاتش تاثیر منفی انداخته بود، هیچ شک نیست. دوم طرز تربیه سردار مولا هاشم خان بود که چون پدر سردار داوود خان و سردار نعیم خان طوری که گفتم به قتل رسید، امی سردار مولا هاشم خان که اولاد نداشت، او امی دو برادر زیر بال خود گرفت و اینا را ترتیب تربیه کرد که برشان تلقین کرد که این کشور غیر از شما دیگه اداره کرده نمیتونه. این هم طرز تربیه زنا تاثیر داشت. و بالاخره نکته سومی که به ذهن من میرسه ایست که چون سردار در سلک اردو داخل شد و در اردو
اینمی طور امر قطعی و امر نهی است. فلحاظ امی ذهنیت سرش تاثیر کرد وقتی که در وظایف ملکی آمد باعث صدر اعظم اما خصوصیات اردویش یا خصوصیات عسکریش بالایش تاثیر داشت و اداره کشور به طرف متمرکزیت قاطع و مکمل بود و اینمی همون خصوصیات شخصیتش تبارز میداد. سه نکته خیلی عالی استاد. یک قتل پدرش خدا رحمت کنه، دوم تربیه سردار محمد هاشم خان و سوم ای که روحیه نظامیگری را از اردو کسب کرد و وقتی ملکی هم شد دیگه نظامی عمل میکرد. بسیار خوب استاد. از برادر داود خان هم نام بردین، جالبه که بر بیننده هم نامش ذکر کنیم بعد میریم وارد جزئیات. داود خان سلام نعیم خان بود، از سلام داود خان که خردتر بود، اما برخلاف سلام داود خان سلام نعیم خان بسیار اهل مطالعه بود، وارد بود در مسائل جهان و مطالعه میکرد، شناخت بسیار خوب داشت، اشخاص میشناخت و همکارای خود را از جمله اشخاص بسیار خوب چه میکرد. آقای پژوا، آقای رشتیا، بسیار کسا بودند اینا را به دور خود جمع کرده بود. آقای میوندوال، اما این اشخاصی بودند که تا اندازه زیادی با سلام نعیم خان نزدیک بودند. البته سلام نعیم خان هم تا اندازه از پادشاه روگردان بود بعد از آوردن دهه دموکراسی، اما نه به او پیمانه. و تا جایی که میگن اما هنوز درست معلوم نیست چرا بسیار کسا در این باره سکوت هم کردن ولو که خبر هم دارن اما نگفتن، اما میگن که سلام نعیم خان با اقدام برادر خود در کودتا بسیار موفق نبود و در مقابل عمل انجام شده موافق نبود و در پالوی عمل انجام شده قرار گرفت. برای که کودتا شد و این دید که دیگر چاره نیست، با برادر خود بعضی همکاری ها کرد، اما به برادر خود همیشه دار میداد یا گوشزد میکرد که اشخاص درست به اطرافش نیست. از اون خاطر با اونا بسیار رابطه خوب نداشت، اما در مقابل عمل انجام شده قرار میگرفت و نمیتونست که برادر خود در طور عادت اونا نگاه کنه. از اون خاطر در جایی که امکان داشت که همکاری کنه همکاری میکرد، اما سعی داشت که اوضاع مملکت به طرف همون تعادل ببره، یعنی نسبت به برادر خود آدم عمیق. بله بسیار تشکر استاد. از مطالعه صحبت کردیم، خود داود خان مطالعه میکرد به نظر شما استاد؟ داود خان آدم زیاد مطالعه نبود، زیادتر احساساتی بود و میدید اوضاع را و از روی اوضاع باز نتیجه گیری میکرد و تصمیم میگرفت. یک دفعه آقای سعدالله غوثی از مامورین عالی‌رتبه وزارت خارجه افغانستان بود، دیپلمات بسیار رسیده افغانستان و فعلا هم در حیات دارن، در امریکا زندگی میکنن. او یک جای گفت که صدام داود خان در کدام سفره، در وقتی که صدر اعظم بود مامورش رفته بودن به کدام سفر به خارج، به اونجا برش گفته بود، برای آقای غوثی گفته بود که یک کتاب نشر شده به نامی که چطور میتوان کودتا کرد، همون کتاب برای ما پیدا کنید. ما هم کتاب پیدا کردیم، نام کتاب یادم رفتم و نویسنده‌اش میتونم بعد دفعه دیگه بگویم پیدا کنم. کتاب برش آوردیم داد او را گرفت مطالعه میکرد، یعنی به بعضی چیزا علاقه داشت اما مطالعات بسیار گسترده و عمیق مثل سردار نعیم خان وارد نداشت. برخلاف اعلیحضرت و پادشاه بسیار مطالعات عمیق داشت در مسائل، شخص پر مطالعه بود. بسیار خوب شد صاحب. من میخواستم بپرسم که اعلیحضرت محمد ظاهر شاه چطور بود، مطالعه میکرد یا نمیکرد؟ خودتون گفتین اونا هم شم سیاسی قوی داشته، میفهمیده همه چیزه و هم بسیار آدم حلیم و بردبار بوده و هم پر مطالعه داشته. کتابخانه داخل ارگ داشت و کتابای زیاد را هم از کتابخانه ها میخواست و مطالعه میکرد. همیشه وقتش زیادتر راجع به مطالعه هم دیر میشد. خیلی خوب صاحب. حالا میرسیم دیگه در چگونگی وقوع کودتا. شما شرح دادیم که حسن شرق داود خان مجبور کرده، اینا مجبور شده به خاطر حفظ خانواده خود، به خاطر حفظ جان که گپای خودش هم از اوضاع دهه دموکراسی خوش نبود، میخواست به یک ترتیبی تغییر کنه. به این هم شوق داشت که در رأس دولت
قرار بگیره. این طرز تفکر سردار مداشم خان یک رقم تسلیم کرده بود بالای دو برادر که شما میتونید این کشور اداره کنید، دیگران نمیتونن. انگیزه سردار محمد هاشم خان میتونیم یک انگیزه سیالداری فامیلی بگوییم یا کدام چیز دیگه است؟ بله، سردار محمد هاشم خان در وقتی که نادر خان کشته شد در نظر داشت که اگر خودش بتانه تخت سلطنت پیروز کنه، چنانچه وقتی که این واقعه نادر خان رخ داد، سردار محمد هاشم خان در شمال افغانستان بود، در کابل نبود. خبر دادن که اینتو شد، موضوع تو شد. از اونجا تلفن به تلفن پرسان کرد پادشاه کی شده؟ بچهش محمد ظاهر شاه بسیار هم تو سکوت کرد، چیزی نگفت. اما همینجا در وقت حادثه قتل نادرخان که رخ داد، در امون صحنه کاکای دیگه یا عموی دیگه محمد ظاهر شاه سردار شاه محمود خان او حاضر بود. او فرصت از دست نداد و زیر بسیار به زودی و به عجله رفت از خدای محمد ظاهر شاه گرفت، بالای سر بالای سر جسد پدر خود انداخته بود. او رو گرفت آورد به یک چوکیشان، گفت تو پادشاه افغانستان هستی و تو بیعت میکنم، تو آقای مستی، سردار مستی، پادشاه افغانستان هستی، تو از امروز و بعد پادشاه افغانستان میباشی. و بعد از او سردار محمد هاشم خان هم مجبور شد قبول کرد. چقدر جالب. و ای شاه محمود خان چقدر موقع شناس بوده صاحب که اگر این کار نمیکرد احتمالاً تصمیم گرفت. با وجودی که برادرش کشته شده اما متوجه عواقب ازی بودن. بله، بسیار خوب. یارای کودتای سردار داود خان هم تا حدود معلوم است، ولی ما شما هم یک مروری بکنیم استاد. خب اگر سوال مشخص راجع به بعض خصوصیاتش دارین یا میخواین که من ادامه بدم؟ بسیار خوبه که در مورد بعض خصوصیات سردار داود خان صحبت کنیم. مثلا این که آدم بسیار وطن دوست بودن در این تو موارد و مواردی که شما لازم میبینین. بله، آدم بسیار وطن دوست بود و همین وطن دوستی افراطی هم شاید بالایش تاثیر منداد که زود در مقابل بعض نکات منفی که متوجه میشد طبعا بود. در دوران شاهی و دهه دموکراسی نکات منفی هم زیاد بود، اشتباهات هم بود. متوجه میشد و زود تصمیم میگرفت که باید بسیار به عجله مقابل از اونا فعالیت صورت بگیره و چی نداشت. صبر و حوصله‌اش بسیار کم بود برخلاف صبر و حوصله پادشاه. از اون خاطر تصمیم عاجلانه میگرفت. چنانچه در اخیر هم باز درش پسان ما میرسیم در تصادمی که در کرملین هم شد، به اونجا هم بسیار عاجلانه بود. یعنی آدمی بود که وطن دوست بود، این بارها گفتیم. آدمی بود که میخواست افغانستان پیشرفت کنه و افغانستان به مردمش علاقه داشت، این چیزها را داشت. اما در این زمان آدمی بود که قدرت خوش داشت و میخواست شخص اول باشه و همون طوری که دلش میخواه و فلسفه سیاسیش حکم میکنه افغانستان به این ترتیب اداره بکنه و به اون ترتیب هم به اداره شروع کرد. اما متاسفانه که به انجام رسانده نتونست. متاسفانه. خیلی نکته جالب و سزاوار تکرار استاد که چون وطن دوست افراطی بود دچار نمی اشتباه شد که کودتا در افغانستان رایج شد. در زمان کودتا استاد شما کجا تشریف داشتین؟ من در کودتای سردار داود خان که شد مشغول تحصیلاتم در جرمنی بودم. هیچ فراموش نمی کنم که اون وقت بسیار افغانان خود در آلمان کم بودن. در شهر کلن آلمان من تحصیل میکردم، یک 10-12 نفر افغانا بودیم. ما زیادترشان همین اعضای تدریسی فاکولته اقتصاد کابل بودیم که با پانتون کلن یک قرارداد توامیت داشت. هیچ یادم نمیده که شام دوشنبه من همراه خانم به یک دعوت بودیم. از اونجا آمدیم به خانه. همین شب روز 25 سرطان بود. هم کردیم صبح وقتی بیدار شدیم، همین زور چاشت که میشد آلمان. اینجا ما رادیوی کابل گرفته میتونستیم یک ساعت یک پروگرام برای جرمنی داشت. من رادیو رو گرفت، رادیوی کابل. برخلاف دیگر اوضاع صدای موسیقی نظامی و ترانه میخوانده میشه و یک آنانس داده میره و چند لحظه بعد گفت که اینال سردار محمد داود خان بیانیه خود ایراد میکنه و بعد بیانیه سردار محمد داود خان مانده شد و اعلان جمهوریت شد. اونجا ما فهمیدیم که حالا اوضاع تغییر کرده.
این کلش یعنی به تیپ مانده شده بود. فهمیدیم که کودتا شده، از کودتا به اونجا به خبر شده، یعنی من کابل نبودم. خسته شدین برنامه رو به سوی ختم کردن بریم. آقا دیگه استاد صاحب از دفعه دیگه مکملتر راجع به شرایط و اوضاعی که این دفعه زیادتر راجع به افراد سخن زدیم، مخصوصا راجع به خود سردار داوود خان و چگونگی شخصیتش، و باز هفته آینده انشاءالله باز راجع به همین کارهایی که در این دوره صورت گرفت، چی صورت گرفت، چی نگرفت، چرا گرفت، چرا نگرفت، چی چیزا بود، راجع به خصوصیات از باز صحبت خواهیم کرد. بسیار خوب. اگر حضور ذهن داشته باشین میخوایم از دوران صدارت داوود خان بگوییم، چون تقریبا تمام پروژه های بزرگ عمرانی کشور من جمله همی بندای برق و اینی چیزا از دوران صدارت داوود خان است. در این مورد هم اگه گپ بزنیم باز در دوران کودتایش میمزه. خودمون دفعه پیشتر هم در دفعات بیشتر اشاره کردیم. وقتی که سردار داوود خان به قدرت آمد به حیث صدر اعظم عوض کاکای خود شاه محمود خان، یکی از اولین کارهایش در سایه کارهایشی بود که نظام اقتصادی افغانستان را اقتصاد رهبری شده اعلان کرد، پلان تأسیس کرد و در نظام اقتصادی رهبری شده اکثریت سرمایه گذاری ها را به دست دولت داد. و چون سرمایه گذاری ها اکثریتش هم اعمار زیربناهای اقتصادی بود، طبعا دولت زیادتر به این کارها مصروف میشه، چرا در زیربنا پروژه هایی هستند که مفاد مستقیم ندارند، مفاد غیر مستقیم دارند و از سکتور خصوصی به او چندان علاقه نشان نمیده. مثلا سرکسازی، برق نهر و انهار، آبیاری، صحت عامه، تعلیم و تربیه، اینا پروژه هایی هستند که اینا سکتور خصوصی بسیار، مخصوصا در یک نظام اقتصاد رهبری شده، سکتور خصوصی دی سهم کمتر میگیره. از اون خاطر بود که این را کلش دولت کرد و با یک علت کلان از اینکه این پروژه ها موفق شده نی بود که ولو که مشکلات تمام میشد، بالای سر سردار داوود خان رئیس صدر اعظم یک خوی دیگه بود، او کنترل میکرد همه چیزا، یعنی یک تیم بود که همه چیزا میدیدن. به دوره ریاست جمهوری همون کنترل دیگه نبود، فرا ماند و کسایی امرایش آمدن که او رو به دیگه طرف آوردن که در این باره ما قبلا صحبت کردیم. از اون خاطر در اون وقت موفق‌تر بود، چون همون تیم بسیار خوبتر کار میکردن و توانستن که در 10 سال کارهای بسیار بزرگ انجام بدن. چنانچه در پروگرام پیشتر ما گفتم که وقتی که دکتر یوسف خان همراه سردار ملاقات کرد، بهش گفت که ما و شما یک جایی تانستیم که پروژه های کلان عملی کنیم، به این که حال باز هم همونطور کار کنیم. سردار متاسفانه قبول نکرد. و جهان سپاس استاد بزرگوار از این لطف و کرم شما که هر هفته حاضر میشین با وجود مصروفیت های بسیار زیاد در مورد تاریخ افغانستان صحبت میکنیم و هم فوکس میکنین سر نکته های پندآموز که یقینا مخاطبای رادیو کتاب اون نکته ها را خواهد گرفت. بیننده های گرامی، از شما هم سپاسگزار هستیم که با رادیو کتاب هستین. لطفاً انتقاد کنین برنامه های ما را، مهمان های ما را و نظرات خود در کامنت ها بنویسین. قصد ما خدمت به افغانستان است و افغانستان متعلق به همه ما و شماست. ما معتقد هستیم تفرقه هایی که فعلا دامنگیر ملت افغانستان شده مبتنی بر احساسات است و هیچگاه احساسات جاودانه و پایان است. برعکس دانش، خردورزی پایا و پویا هست تا زندگی در جریان است. با انتقاد و سابسکرایب و نظر دادن رادیو کتاب تقویت میشه. البته اگر شما لایق دیدین تقویت کنین. استاد بزرگوار، از شما هم جهان سپاس. اگر فرمایشی دارین بفرمایین. انشالله با دفعه آینده راجع به دیگه مسائل میذاره جریانات و کارهایی که ایده دوره ریاست جمهوری سردار داوود خان صورت گرفت راجع به اونا صحبت میکنیم و بعد از اون آیسته پیش میریم ببینیم که تا کجا میرسیم. بسیار عالی استاد، مانده نباشین. پس بیننده های گرامی و استاد بزرگوار، خداحافظ. ادبستان، یادآور آداب گفتار و نوشتار درست. درس‌های مختصری از دریای بیکران ادب فارسی. و زودی از رادیو کتاب. رادیو کتاب
نیاز نسل امروز و فردا.